الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وبعد فإن خير كلام الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. جوانان نهایت عزیز و دوست داشتنی و کسانی که صدای ما را میشنوند از طریق صفحات مجازی، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. با سلسله درس های جنگ فکری امروز هم در رابطه با اون درس ها ما و شما یک عنوانی را انتخاب کردیم، با این عنوان که مسلمان زیرک می باشد و از تفرقه بازی دوری می کند و این هم در پرتو چی؟ قرآن کریم و احادیث گوهربار رسول الله صلی الله علیه و سلم. آیا ما زیرک هستیم یا نه؟ شما ببینید که ما مسلمانان کدام اعمال انجام میدیم. الله متعال می فرماید در سوره آل عمران آیه 103: بسم الله الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. بر اسمان الله سبحانه و تعالی چنگ بزنید، تفرقه بازی نکنید، حزب و حزب بازی نکنید، گروه و گروه بازی نکنید. گروه بازی، حزب بازی، تفرقه بازی در اسلام مردود است و مسلمانی که گروه و گروه بازی و حزب و حزب بازی میکند، این در حقیقت مفهوم لا اله الا الله را نمیداند. این یک بارم قرآن مطالعه نکرده و اونمو خارجی همون یهود و نصارا قرآن خوب مطالعه میکنن، استفاده میکنن، میبینن که آیت قرآن به صراحت آمده که مسلمان ها باید چی کنن؟ یک دست باشن. اونها میگرن برعکس کار میکنن، در بین مسلمان ها تفرقه را ایجاد میکنن. فلانی در اینی حزب است، فلانی در اینی مذهب است، فلانی اینی است، در حالی که در اسلام عزیز مشخص است همه چیز. الله متعال در سوره حج میفرماید هو سماکم المسلمین. بگو که من مسلمان هستم، بگو که من آنچه که الله و رسول الله گفته اطاعت میکنم. دیگه هیچ چیزی بالای ما شما چیز نه واجب است نه سنت که چی کنیم؟ اطاعت بکنیم. فقط اطاعت از کی میکنیم؟ الله و رسول صلی الله علیه و سلم و آنچه که دستور دادیم. درست؟ پس مسلمان زیرک و هوشیار می باشد. دوستان عزیز، هوشیار باشید، بسیار هوشیار باشید. امروز متاسفانه فهم نداریم درباره سلف صالح. سلف گذشتگان ما را میگه که همان اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم و امامان خیر قرون هست. صحیح شد. اونها را نمیشناسیم، میایم خود برچسب به اونها میزنیم، در حالی که به خاک پای اونها نمیارزیم. برادرای دعوتگر ما که شب و روز زحمت میکشند، جان، مال، زن، فرزند، همه چیز فدای راه دعوت کردین، اونها را خوارج میگیم، اونها را به انواع مختلف تکفیر میکنیم. این مشکل کلان ماست. مسلمان این کار نمی کند. مسلمان زمانی که آیت را خواند که واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، دیگه تفرقه بازی نمی کند. بله، اگر دعوتگر ما پیر پرست است، بله ردش بکو، دلت کافر میگیش، هر چی میگی. اگر دعوتگر ما قبر پرست است، هر چیز دیگه، تو غیر از حق نداری برادر ما را. دست بین سر خط گشته روان است که اینمی استاد در کجا اشتباه میکنه، در کجا سخنانش اشتباه است. اما یک روز ندیدم که اشتباه یک آوازخانه بگیره. یک روز ندیدم که خوب تعقیب بکنه که این آوازخان چقدر چتیات میگه. یک روز ندیدم که رد یک جوان بگیره که چرا این تعقیب خواهر مسلمان ما زد. یک روز همین جوانایی که امروز نه ریششان مطابق سنت است، نه چهرهشان مطابق سنت است و خود برچسب به سلف میزنن و به خاک پای سلف نمیارزن، هم دعوتگرا را چیز میکنن، تکفیر میکنن و هم میاین چی میگن که ما چی هستیم؟ سلفی هستیم، فلان هستیم، در حالی که به نام سلف اینها ارزش ندارن. سلف اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم است. سلف کسی است که صف نماز جمعه را هرگز ترک نمیکنه. اما کجا یا ترک میکنند؟ کجا با سنت برابر است؟ میاین فقط تکفیر.
فریب دشمن را میخورند و دشمن از همین طریق میاد در میان اینجا چی میکنه؟ رحنه میکنه تا که بیخش بکنه. خلاص. و رسول صلی الله علیه و سلم میفرماد علیکم بالسنتی و سنت خلفای راشدین، شما متمسک به چی شوید؟ به طریقه من و طریقه اصحاب من. و همچنان قبل از این که رسول صلی الله علیه و سلم رحلت بکند برای من و شما یک وصیت کرده. قبل از این که رسول صلی الله علیه و سلم رحلت بکند برای من و شما چی کرده؟ وصیت کرده که در میان شما دو چیز را گذاشتیم، یکی کتاب الله و دیگر راه و روش خودم که همانا پیغمبرتان هستم و اصحابم. شما متمسک به اینها شوید، به کتاب الله، به سنت رسول الله. هرگز فریب دشمن را نمیخورید، هرگز شما منحرف نمیشید، هرگز به حزب و گروه و امثال هم تفرقه بازی متمسک نمیشید، متمسک به یک پارچگی میشید، یک دست میباشید. حالا زمان شده یهود و نصارا میخواد تو رو شکست بده و تو هم در بین یکی دیگر میزنیم، ما در بین یکی دیگر میزنیم، تفرقه بازی میکنیم، فلانی ای شد ای شد ای شد. برادر، همه ما مسلمان عقیده های ما را درست بسازیم، عقیده های ما را مطابق قرآن و حدیث بسازیم، بس هر جای هستیم به حد و اندازه توان خود زحمت بکشیم. و رسول صلی الله علیه و سلم میفرماید بلغوا عنی ولو آیه، یک آیه را تبلیغ کنید، برسانید از طرف من. یک آیه را از طرف من چی کنید؟ تبلیغ کنید، برسانید، ولو که یک آیه باشد. نگفته که تمام قرآن یاد بگی برسان، گفته یک آیه را یاد میگیری، مکلف از مسلمان چی کنه؟ دعوت بده، مکلف از مسلمان برسانه. خوشا بال کسانی که در این عصر فتنه در صفحات مجازی و امثال هم در هر مکان دعوت میته و سخن الله و رسول الله را میگه. و ما همیشه دعا میکنیم بر از این که الله متعال این را نصرت بکنه، حفظش بکنه، در پناه الله متعال باشه و الله متعال همیشه موافقت دنیا و آخرت نصیبش بکنه. و با اونها مخالفت نداریم. بیاین مخالفت خود با کسایی کنیم که ترویج فحشا و فساد در جامعه میکنن. بیاین مخالفت خود با یهود و نصارا زیاد داشته باشیم. بیاین کینه و دشمنی خود اگر واقعا میخوای که بگویی من مطابق سلف زندگی میکنم، آیه قرآن گوش بگی که میخونم. آیه قرآن سوره فتح الله متعال میفرماید محمد رسول الله، محمد فرستاده الله متعال است، والذین و کسانی که با او هستند، معه الشداء علی الکفار رحماء بینهم، و کسایی که با حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در یک صف هستند، قرار دارند، شاگردای واقعی رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند، با کفار به نهایت چی هستند؟ شدید هستند، اما در میان خود رحم دارند. پس اگر تو مطابق قانون الله و رسول الله خود را میگیری، مثل صحابه چی کو عیار بساز خود زندگی تا و ببین که چقدر تو موفق میشی، ببین که چقدر پیروز میشی. بیاین پشت سخن خوارج و فلان نگردیم، برادر ما را تشویق بکنیم. یک برادر ما که هر چیز میگه از قرآن و حدیث میگه، کوشش بکنیم پشت خطاها نگردیم. هیچ روزی ما و تو پشت خطاهای چیز نگشتیم. فریب چی را خوردیم؟ فریب دلار را خوردیم، فریب قصر را میخوریم، فریب دور زندگی دنیا که الله متعال در سوره عنکبوت میگه این زندگی دنیا جز بازیچه دیگه چیز نیست و در حقیقت دنیای واقعی، زندگی واقعی آخرت میباشد. ما گرفتیم آخرت زیبای خدا، آخرت باقی خدا فدای دنیای فانی کردیم. ما گرفتیم همین آخرت زیبا، آخرتی که باقی است، فدای دنیای فانی کردیم. همیشه با برادر خود کینه داریم، با برادر خود تهمت میکنیم، برادر خود دشنام میتیم، برادر خود تکفیر میکنیم، برادر خود خوارج میگیم، با برادر خود از هر راهی که از تخریبش میکنیم، مسلمان تخریب میکنیم، در حالی که رسول صلی الله علیه و سلم میفرماید مؤمن زیرک میباشد، مؤمن فریب کسی را نمیخورد، فریب یهود و نصارا را نمیخورد. اما امروز مؤمن چی میکنند؟ در فرق یکی دیگه میزنند. ما در فلانی مذهب هستم، بودم فلانی مذهب است.
بیاین مسئله مذهب و مسئله گروه و تفرقه و مسئله فلان و فلان او طرف نازی. بیاین فقط بگوی که ما مسلمان هستیم، کلمه گوی لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم و با یک